اینجا شهر توس در استان خراسان ایران است، جایی که آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی واقع شده. در اینجا آمدیم که ادای احترام به این شخص بزرگ بکنم، شخصی که ما یا که تمام فارسی زبان‌های دنیا مدیون افراد چون فردوسی هستند. ما در تاریخ شاهد هستیم که کشورهای زیاد مورد هجوم قرار گرفتن و معمولاً نیروهای غالب فرهنگ و زبان، آداب و رسوم کشورها را از بین برده و فرهنگ خودشان در او کشور رایج ساختن. البته در طول تاریخ کشورها و سرزمین فارسی زبانان هم مورد هجوم مخصوصاً اعراب واقع شدن. در کشورهای زیاد ما شاهد هستیم مثل مصر و سوریه که اونا اصلا عرب نبودن یا عرب زبان نبودن، فرهنگ و زبان عربی در اونجا به زور تحمیل شده. اگر اشخاص یا شخصیت‌های بزرگ چون حکیم ابوالقاسم فردوسی نبود، شاید ما امروز همین زبان فارسی را نداشتیم. دل گلستان می شود از بوستان فارسی، جان فدای مردم روشن روان فارسی. از خلیج فارسی تا هند و تا چین می رود، موجهای بر سر دریا روان فارسی. بسیار خوشحال هستیم که امروز آفتاب می درخشه و در چله زمستان واقع شدیم، اما زائرین و بازدید کنندگان زیادی در اینجا آمدن.